عجیب زبونا رو با هم میکس میکنی؟ اصلا دیده بودی که اینجوری مثلا؟ نه دقت نکرده بودم ولی همه زبونا امضای کار حسنات فکر میکنم. آره اون تیکه اول الان فکر کنم اسپانیش خوند. ما که حسابی لذت بردیم. امیدوارم که شما هم تا الان خاک عالم چت مرد ماچ به کلاتون. درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون دست بیقرار داره. بانو پریسا رو آوردم خدمتتون. خیلی احوال پرس بودید، لطف داشتید و گفتید خانم کجاست، پریسا کجاست، پریسا کی میاد؟ گفتیم که به زودی میاد. اومد. من آمدم. وای برگشتیم خدمتتون با یک ویدیو جذاب. اون چیزی هم پیشنهاد کردید و لینک فرستادید که پریسا عاشقش شده. بچه‌ها من میخوام میکاپ کنم، حاضر شم، ظرف بشورم، خونه ای رو تمیز کنم. حالا یک کاری که بخوام بکنم، حسنوف جان فرخ حسنوف یک آهنگ جدید داده که به ما پیشنهاد کردید که البته فیت داره. حسنوف ولی خیلی از چیزایی که اول حسنووا شاید هم حسنووا باشه، اما فرخ حسنوف، حالا اونجوری که اسمش رو ما گفتید تدوا اسم آهنگ است و قراره با کورلئونه یک آهنگ دوگانه بشنویم که یه موزیک ویدیو هم تازه چند روز پیش دادن، تکیشه، سولوشه. حالا در ادامه کوتاه با هم دیگه این دوتا رو ببینیم، کیف کنیم و لذت ببریم و عشق کنیم. و شما اگه خوشتون اومد لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو هم برای دوستاتون ویدیوها رو بفرستید، ما رو معرفی کنید. با تشکرات فراوان و بریم. Giorno mai اومد فسانی تو fai garone fami دلم نسخدی داری خلم فوری ما بیبی تی دعا تو توی دلی ما توی دلی ما بمو قدیم تو دیره ترا بسیدن ایده به تو فکرم نیستیا بیو که خوابم نمیاد شبا بدارم روزم سیا تو مرا سپنا تو مری دنیا یه تو ماره بینا کره مرا وشواس کرو تو مری عشا تو مری آرام یه تو ماره بینا کره مرا وشواس کرو. این بیشتر کلماتی که داره خونده میشه روسی و هندیه. آفرین، من هندی هم تو شنیدم چون ترکیبش رو میدونیم که توی فارسی که استفاده میشه. حالا توی تاجیکستان خیلی ها اومدید توی کامنت ها با ما صحبت کردید که ای کاش بیشتر رو زبان فارسی و گفتارش تاکید میشد، ولی خب دیگه این داستانی است که از زمانی که حالا شوروی بوده و زبان روسی وارد تاجیکستان شده هست قشنگم از زبان روسی، نه خیلی خوشگله. ولی خب چون زبان مادریشون همون فارسی و اشعار و اینها فارسی دوست دارن فارسی رو. ولی تقریبا میشه گفت که الان نصف بیشترش من روسی و هندی شنیدم. نصف بیشترش که فقط کرست کار انگار اینجوری بود. ستора зора офаридам баҳри мо ки орзуҳомо нашабонамо баён кунем бо афсонави мешида сари мо чизе гузашт сари мо метонем шинемо ба ёд кунем ягон таъриф намонда ин амир замину занин ту ҳақиқатан беҳтарин хумори чашми ту мета эҳсоси кӯдаким як бор бахан мисли рӯзи аввалин замин васеъ кӯҳҳо буланд ҳамчун ишқи ма ба ту монанд чунон ба зеб маро бари ту монанд ишқи моро мехоҳанд надоранд قدر تو نوری نوری روی زندگی هر نفس تو صبح شامی شهر زنده دل قبط قبط محتاجلو فاصله ها کلونه واقعا رپرهای خوبی دارید. خیلی رپرهای بسیار خوبی توی رپ فارسی، حالا بهش میگن رپ ایرانی رو اصطلاح بهش میگن رپ فارسی. بله. رپ دری هم که مربوط به افغانستان رپرهای بسیار خوبی داره. ولی بیشترشون حالا مدل‌های مختلفی خونده میشه. همونجا هم ریتم‌های عاشقونه هیپ هاپ. این میشه رپ تاجیک دیگه. رپ تاجیکی خیلی رپرهای خوبی توی ژانر عاشقانه دارید. خیلی که کمه تو ژانر عاشقانه کمه. خیلی جالبه که در کنار اون خشن بودن صدای رپرها یک ملودی نرمی هم دارن. نه مثلا اونایی که حالا ما علاقه‌مند شدیم بهشون، مثل لئو جان، مثل الان کورلئونه، مثل باستر، آکادلوور،
یکی دیگه هم بود فکر کنم خدا بیامرزم شده بود. خدا بیامرز چرا از دنیا رفته بود؟ آره از دنیا رفته بود. خب کی بود خدایا؟ میدونم کیو ابروهای میگی. پیوسته‌ای داشت. دوباره آهنگشو بهمون پیشنهاد کرد. آهنگ کینگ کنگ فکر کنم مال اونه. سیوان و اینا نه اونا جوونن هنوز. نه میدونم یه موزیک ویدیویی که ریاکشن رفته بودم کنار یه ماشین ایستاده بود. آره. گنگ میخوند خیلی گنگ میخونه ولی کلا قشنگه. باشون شاید یادم نمیاد. منم الان نوک زبونمه اسمش ولی این کورس رپ فوق العاده بود. मेरी दुनिया ये तुम्हारे बिना करे मेरा विश्वास करो तुम मेरी आशा हो तुम मेरी आराम हो ये तुम्हारे बिना करे मेरा विश्वास करो. تیکه اول کورس هندیه تیکه دوم روسیه دیگه بقیه‌اش هم فارسی. جانم اصلا کلا سورپرایزی حسنوف جان. یه بار دیگه بگو. آره بی نهایت زیبا. اونو شما گفتی و کلا سورپرایزی. دیروز حالا می‌خوایم اون چیزشو ببینیم مدل سولوشو که ویدیو داده رو ببینیم. کلا 2 دقیقه است و قطعا میتونه جذاب باشه با حضور خودش. دیروز یه عزیزی رو به ما معرفی کردن که من نمیدونستم و همونجا کامنت ها رو جواب دادم. ایشون هم از دنیا رفته. خیلی هم جوان چقدر خوش صدا. ویدیو دیروز ایشون جناب سهراب سفرزاد یه صدای شبیه تو تم امید اینجوری داشت و ویدیو کلیپ خیلی قدیمی خوشگل زیبا و آره متوجه شدیم که در عنفوان جوانی از بین رفتن و فقط آثارشون مونده. خلاصه کلی هم از ایشون دوباره آهنگ برامون فرستادیم. عزیزم مهربونا بشنویم این سولوی ت دو. دور از جون حسنوف جان فکر کردم هستم. جانم اومد فصالی te tu fai garone for me دلم نسختی داری خیلم فوری ما بیبی تی دعا دوقه توی دلی ما بمو قدیم تو دیرت ترا بسیدن ایده به تو فکرم نیستیا بیا که خوابم نمیاد شبا بدارم روزم سیاه तुम मेरा सपना हो तुम मेरी दुनिया हो ये तुम्हारे बिना करे मेरा विश्वास करो तुम मेरी आशा हो तुम मेरी आराम हो ये तुम्हारे बिना करे मेरा विश्वास करो बगीच आई दस्तम गला pushing back the mommy you also give me something tonight دقت نکرده بودم انگلیسی هم خیلی توشه. خیلی خوب. آخه اون یه چه قشنگ زبونا رو با هم ترکیب میکنه. یه کوچولو دوپسش بیشتره. از یه فضای استودیویی ساده ببین با کارگردانی و ایده خوب چه فضایی استفاده کرده. چه کرده؟ این یه ویدیو ساده است. دقت کن. خیلی عجیب زبونا رو با هم میکس میکنی. اصلا دیده بودی که اینجوری مثلا دقت نکرده بودم ولی همه زبونا امضای کار حسنوف فکر میکنم. آره اون تیکه اول الان فکر کنم اسپانیش خوند. نازم به هنجرت तुम मेरी दुनिया हो ये तुम्हारे बिना करे मेरा विश्वास करो तुम मेरी आशा हो तुम मेरी आराम हो ये तुम्हारे बिना करे मेरा विश्वास करो
بزن چقدر این پسر دوست داشتنیه، چقدر کامله کارش. آره شعر اینجوری قلقلی میشیم وقتی صداشو میشنویم. ننوشته ترا میدونی ترا خلاصه ننوشته دیگه. ای بابا این هنرمنده باید اینا رو هم بذارم برای ما. الان میخوام شما رو سورپرایز کنم. که صندلیش دیگه واقعا صندلی نیست، این چیزش هم هدستش هم دیگه هدست نیست، موهاش میریزه. دارید ببینید باد پنکر و بچه‌ها خدا قسمت کنه یه صندلی خوب براش بخرم. اسمش این نبود؟ هدست قشنگ. حالا بنده خدا در قید حیات نباشه بعد ما یه چیزی بگیم. استیوپا کنم این بود. میگم ریاکشن توی پرفورم رفته بود این دیگه. خلاصه حسنوف بود و بازم سورپرایز و سورپرایز و سورپرایز. بچه شعرایی داره موزیکاش و یه حنجره عجیب چنگامی. آره. از صداهای پایین تا بالای بالا تا نرم. آره قوی بمب. انشالله اون موزیک ویدیوی اصلی هم بیاد بیرون چون اون رپ آقای کورلئونه بسیار جذاب بود توش. لذت بود. ما که حسابی لذت بردیم. امیدوارم که شما هم تا الان خاک عالم چت مرد ماچ به کلهاتون بود. قربون شکل ماهتون ماچ به کلهاتون. تا یه موزیک دی خیلی سینا دوستتون داره ها بچا. خدا نگهدارتون. امید دیدار. خودزنی میکنه جلو دوربین براتون.